کودک و جایگاه آن. برنامه از رادیو آزادگان با دکتر بهمن جلدی. بهترین و گرمترین درودها خدمت شما جناب دکتر جلدی عزیز. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در هفته آینده که چهارشنبه سوری و عید نوروز رو داریم بهترین لحظه ها در انتظار شما باشه و پیشاپیش سال نو بر شما مبارک. درود میفرستم بر شما سرکار خانم شکوه ارشادی و تمامی همکاران شما در رادیوی صدای آزادگان و پیشاپیش تبریک میگویم فرارسیدن چهارشنبه سوری و همچنین نوروز باستانی رو به شما عزیزان و تمامی مردم ایران در سراسر جهان. بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که واقعا امسال سال آزادی مردم ایران باشه از چنگال این ددمنشان و واقعا مزدوران و مردم بتونن سال آینده رو اونجور که دلشون میخواد هم چهارشنبه سوری و هم نوروز رو بتونن در کنار هم با خوشی و خرمی، نه به عنوان این که باید آخوندی بخونه و مرتب قرآن تو این تلویزیون ها خونده بشه. البته منظورم خود قرآن نیست، منظورم که این اسلام سیاسی است که به وسیله صدای قرآن مردم رو گول میزنه که این جشن ملی رو انجام ندن. خانم ارشادی، نوروز یک جشن باستانی است، متعلق به ایرانیان است. از هر عقیده و مذهب و اعتقادی که دارند به هیچ عنوان مردم ایران در طول 36 سال گذشته اجازه ندادند که آخوندها و آخوندهای کت و شلواری این اعتقادات باستانی رو خدشه‌ای برش وارد بکنن و به واسطه فرارسیدن نوروز باستانی فقط میخوام یک مطلب کوچکی خدمتتون بکنم که سرآغازش با بوی توپ، بوی کاغذ رنگی. نوروز فرصت مغتنمی است برای مقابله با پدیده کودکان خیابانی توسط جامعه ایرانیان و امیدواریم که گروه‌های همیار و مردم به عنوان شاکله اصلی این گام به صورت ویژه‌ای به این کودکان کمک کنند. شادی نوروز متعلق به همه کودکان است، حتی اگر این کودک بالفروش هر روزه خیابان‌ها باشد یا در اتاق کوچک نمزده‌ای در جنوب شهر یا حاشیه آن زانوی غم بغل گرفته باشد. اینک وظیفه انسانی هر ایرانی واقعی است که در حد امکانات مالی خود یک هدیه کوچک، حتی در حد یک جفت جوراب نو تهیه کرده، در یک کاغذ رنگی پیچیده، با صورتی خندان در آستانه فرارسیدن نوروز باستانی به این کودکان خیابانی این هدیه را تقدیم کنه. واقعا چقدر زیبا گفتید و امیدوارم که این کار انجام بشه، اگرچه که دست ما کوتاست، ولی چقدر دلم می‌خواسته یکی از این کارهایی رو که شما واقعا پیشنهاد فرمودید، یکی از این کادوها رو میشد برای ایران فرستاد و یک همچین عملی رو برای بچه‌های خیابانی انجام. دقیقاً در زمانی که این کودکان خودشون رو بی‌پناه میدونن و افراد ناباب از هر نوع آخوند یا آخوند کت و شلواری یا قاچاقچی مواد مخدر سعی میکنن از این کودکان خیابانی سوء استفاده بکنن، این زمانی است که ما مردم ایرانی باید به این کودکان مهر و محبت خودمون رو نشون بدیم و بهشون بگوییم که شما تنها نیستید و همیشه به یاد شما هستیم، شما در قلب ما هستید و به استقبال نوروز میریم به همراه شما. تمامی شما کودکان، جدا از این آیا در خیابان بال میفروشید، در کنار من هستید در آستانه فرارسیدن نوروز باستانی. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر جلدی. من باید از شما تشکر بکنم به خاطر این مدتی که واقعا در محضر شما آموختیم در رابطه با قانون کودک و بسیاری خبرها رو در رابطه با اونها به سمع عزیزان رسوندید. امیدوارم که در سال آینده هم در کنار ما باشید، بتونیم این راه رو پیش بگیریم و تا جایی که ایران به آزادی، مردم به آزادی دست پیدا بکنن و کار ما در اونجا به پایان خواهد.
نهایت سپاس رو شخصا شما دارم سرکار خانم ارشادی، همچنین همکار گرامیتون جناب آقای نوری بابت این مهلتی که فراهم میکنید شما تا در مورد کودکان ایران صحبت بکنیم، در مورد آخوندها و آخوندهای کت و شلواری صحبت بکنیم و با امید که هر چه زودتر تمامی ایرانیان به سرزمین واقعی خودشون ایران بازگردند. این نوروز باستانی رو به تمام ایرانیان در سراسر جهان تبریک میگویم و آرزوی پیروزی و سلامتی برای همگی ایرانیان و خانواده های محترمشون دارم، به خصوص شما و همکاران در رادیوی صدای آزادگان. سپاسگزارم از لطف شما. من هم برای شما نازنین و خانواده محترمتون ایام بسیار خوبی رو در نوروز آرزو میکنم و امیدوارم که در سال آینده زمانی که ایران آزاد شد امثال شما و شما محترم در ایران باشید که ما بچه‌های ما بسیار نیاز دارن به افرادی چون شما. سپاسگزارم و پیشاپیش مجدداً سال نو بر شما مبارک. بدرود و درودی دیگر. اوقات عالی خوش.